شما میدونید که کریستیانو رونالدو با تاجیکستان میاد؟ بله میدونم. 5 دکتر در با باشگاه النصر بازی داره استقلال. با فکر شما همین بازی با تیم استقلال چی میبخشد؟ با فکر من با تیم استقلال خیلی دشوار خواهد بود بازی با کریستیانو رونالدو. در آنجا با ستاره‌های بسیار هستند با مثل سادیو مانه و خیلی ساستاف الاس پونی هم ساستاف اروپا شدگی های خیلی دشوار میشود برای استقلال در این بازی. نه که ما مخلصی میریم بازی اگر شود امکانیت. به نظر شما او میآید به همین بازی؟ میآید. حتما. حتما میآید کریستیانو رونالدو. بیشتر مخلصای مسی هستند. شما مخلص کریستیانو هستید یا نیست؟ من مخلص کریستیانو رونالدو ام. بازیگر جهان یکم کریستیانو رونالدو. بعد از اون بعد مسی. به نظر من همین خیلی فکر میکنم. بله حتما تاثیر خوش آمده براش که با این دولت ما بازیگر نامی جهان میباید همه تاثیرش میتیاد. بله مثلا فوتبالیستای ما خودشون کریستیانو رونالدو را همه بازیگرای ما خودشون دوستش می‌دارن که بهترین فوتبالیست جهان است. پیشرو فوتبالیست همین جهان کریستیانو رونالدو بعد مسی. برای همین وقتی که کریستیانو رونالدو در تاجیکستان ما وقتی که بیاید این بازیگرای ما همچو با همون قاعده قوا میگیرن. وقتی که میبینن کریستیانو رونالدو را با قواشون زیاد میشود. J'espère que d'abord il y a mon frère qui joue à Istiklal, donc je sais que Istiklal va gagner l'équipe de Cristiano Ronaldo. J'ai confiance à Sibaï, Cédric Gogoa. میگن که او هیچگاه در میدان سنی بازی نکرده است. میدان سوی این میدان استقلال پیشروی رفته است. میدان پسلر نیچی را زدگی آن شهر نه میدان ایواز کردن ریکانستروکسیون رفته است. گازانش برای میروای او را چیکار دیگر نه ساز کردن باید بیاد برای که میدان ساز شده است. این گپای زیادی است. کریستیانو رونالدو کجایی که سفر کنه با همون سفر خودش باوری داریم که قفا نمیگردد میآید. عموما درباره کریستیانو رونالدو یگون چیز میدونی؟ کم میدونم که اولا یعنی شخصیت زیبا میباشند و دوم اینکه شخصیت خیرخواه یعنی مهربان میباشند. از همان درآمدی که از فوتبال به آن شخصیت میآید یعنی با آن فوندی همچون کمک به دیگر دولت‌های قشاق یعنی همچون کمک فرستاده می شود. من گرچند مخلص فوتبال نباشم هم لیکن مخلص یعنی رونالدو کریستیانو رونالدو می باشم. مخلصان بیشتر با کی مخلصی میکنن یعنی که با کریستیانو رونالدو یا اینکه با استقلال؟ اول با استقلال خودمون براش این تیم ملی خودمون باید ما اول تیم ملی خودمون دستگیری کنیم بعد کریستیانو رونالدو رو